سلام به پادکست بدون مطالعه خوش اومدید. این یه اپیزود ویژه مثلا اپیزود کریسمس مثلا برای فلان سریال میسازن، مثلا برای بلک میر یا شرلوک هولمز. یعنی الان اپیزود ویژه است چون ما اپیزود 2 رو ضبط کردیم و در دست احداثه، ولی داشتیم راجع به یه مسئله‌ای که جدیداً پیش اومده صحبت می‌کردیم، یعنی همین امروز پیش. آره همین پیش پاتون داشتیم صحبت می‌کردیم، بعد گفتیم بیایم راجبش با مخاطب صحبت کنیم، شما صحبت کنیم. امروز چندمه؟ پنجشنبه است. چندمه نمیدونم. 20 پنجشنبه 20 امروز پنجشنبه؟ نه اوکی 20 بله. امروز 20. حالا شاید یکم عجیب باشه ها، میخوایم راجع به اخبار و حواشی رپ فارسی صحبت کنیم. حالا اون افرادی که منو میشناسن عجیب براشون نمیاد و همچنین تو هم بشناسن براشون عجیب. آره از نزدیک اگه کسی ما رو بشناسه میدونه که ما همه چی گوش میدیم، رپ هم خیلی گوش میدیم. بذار اینجوری شروع کنم، اینکه چرا اصلا داریم به این مسئله میپردازیم. ببین من نظرم میدونید چی بود که گفتم این پادکست ویژه رو حالا بسازیم. گفتم این اپیزود رو ضبط کنیم به خاطر اینکه شاید به نظر یک مسئله و حاشیه مثلا خیلی معمولی باشه، اصلا هیچ ربطی به 2 روانشناس نداشته باشه، ولی یک مسئله اجتماعیه و بذار با یه سوال این قضیه رو واضح تر کنم. الان تو به عنوان یه آدمی که رپ گوش میده و مثلا طرفدار 1 نفر 2 نفر از این آدم هایی که الان مجوز دریافت کردن از ارشاد هست، چه حسی رو بهت منتقل شد زمانی که این خبر رو دریافت کردی؟ یعنی اگه تو 1 کلمه 2 کلمه بخوای اون احساسه رو بگی چی میگی؟ ببین من نوعی خودم کاملا دیگه، یعنی احساس خودم رو میخوام بگم. اصلا چی شده که دارم رپ گوش میدم؟ یکی این که میدونم اون آرتیست آزاده، رپ بیس و اصلا شاکلش اعتراضه، اون ریل بودن و واقعی بودن رپه که باعث شد من اصلا دنبال کنم رپ رو و آرتیست های مختلفی رو گوش کردم، علاقه‌مند شدم. هرچند این آرتیست هایی که خیلی یعنی تاپ آرتیست های من هستن، اونها اصلا توی این حاشیه اصلا جا ندارن و جای خودشونو دارن و هستن. ولی به عنوان یک مخاطب عادی من اصلا واسه این اومدم که مجوزی وجود نداره، یعنی هیچ نظارتی وجود نداره، آرتیست راحت اعتراضشو میکنه. بعد الان کاملا در تضاد و تناقضه. بعد اگر من رپر محبوبم این کار رو کرده باشه، یعنی من با اون رپر زندگی کردم، خاطره ساختم، فن شدم دیگه یک جورایی، یعنی من دنبال میکردم اون فرد رو، اون شخص رو، حدس میزدم که اوکی رفته مثلا با فلان آرتیست عکس داره، شاید کارهای آیندهش اینه. و وقتی این حجم از طرفداری وجود داره در یک شخص، در شخص من به طور مثال، شوک خیلی بزرگیه. یعنی واقعا برای طرفدارها حس میکنم همه اونهایی که توی این مخصوصا، حالا نمیدونم اسم ببرم یا نه، این اذیت میکنه. یعنی خب نه میخواستم اصلا بعدش اینو ازت بپرسم ولی خودت گفتی. میخواستم بعدش بپرسم چرا اصلا رپ گوش میدی به عنوان یه آدمی که حالا مثلا طرفدار رپه، ولی گفتی دیگه. پس شوک و همین یه خبر راستشو بگو، فقط شوک. آره، یعنی اولین برخورد، یعنی چیزی که من هنوز باهاش درگیرم شوکه. بعد میاد احساسات بعدی، تنفر ایجاد میشه بعدش قطعاً. یعنی اینجوریه که تباه کردی آرتیست مورد علاقه من که تا الان من هد میزدم با کارات، یهو. خب من مثلا میدونی به عنوان یه آدمی که حالا به اندازه تو اصلا اونقدر طرفدار رپ نیستم، ولی به عنوان یه آدمی که رپ گوش میدم، اولین قضاوتی که میاد توی ذهنم خشمه. یعنی به عنوان حتی یه آدمی که داشتیم کلی ما راجعش صحبت می‌کردیم و من اصلا عصبانی نبودم، ولی اولین حسی که میاد سراغم خشمه.
بله من هم خشم زیاد آخه خب واقعا برای من اون خشم مثل شوکه ها، یعنی نمیدونم خشمگین بشم یا نشم. مخصوصا یکی از این آرتیستا خب اصلا عجیب غریب کاراش، اونی هم که من فنشم یهو ممکنه مثلا بگه آقا نه اینجوری نبوده فلان بوده و اصلا کلا از این منجلاب خودش بکشه بیرون. احتمالش خیلی کمه ولی احتمالش هست، فکر نکنم. ولی این ببین حالا من اصلا به این چیزاش که کار ندارم، خب یعنی اصلا این مسائلش رو ما نمیپردازیم بهش، ولی به عنوان یه آدمی که داره دنبال میکنه توی یک کلمه نه ولی خیلی کوتاه بگو که ریاکشنی که برای جدا از خودت، ریاکشنی که آدمایی که مثل تو طرفدار بودن، هوادار بودن، چی دریافت کردی، چی گفتن، چه چیز شنیدی ازشون، مثلا بخوای توصیف کنی نظرشونو. همین الان توییتر پر شده، پر از هیت که دارن به این آرتیستا میدن. آها پس یعنی الان حمایت اصلا حمایتی وجود نداره و خیلی اتفاق بدتری که افتاده من دارم میبینم. کلمه‌ای که تو ذهن من مچله واقعا. فن پیج ها، اون فن هایی که حالا چه توی اینستاگرام فن پیج دارن یا تلگرام دارن کارهای آرتیست رو منتشر میکنن، اینا واقعا موندن. واقعا یک من دارم خب خیلی چک میکنم و اینا اینجوریه که چیکار کنم، چنل رو بفروشم بره، چی شد، چه بلایی سرم اومد. آرتیست با فناش کاری کرده، یعنی اون فن پیج اوکی جدا از هر چیزی، اون فن پیج با انتشار دادن کارهای اون آرتیست یک پولی در می آورده، بالاخره یه مخاطبی داشته، میتونسته تبلیغی بگیره، براش سود داشته آرتیست. اینجوری نیست که عشقی فقط برای آرتیست کار کرده باشه. ولی خب قطعا یک بخشی از اون فرد چرا این آرتیست رو انتخاب کرده، اون قسمتی که بخوایم به این چرا جواب بدیم، اون قسمت داره ضربه میخوره. اون فن اذیت الان خیلی عجیبه، اتفاق خیلی عجیبی افتاده. اینجوریه که دو تا از رپرایی که با هم بیف داشتن و ناموسی و عجیب غریب قراره برن یک جا اجرا کنن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این باعث میشه که تو باور نکنی هستن، بگی اصلا شاید اصلا داستانه هم الکی بوده. خیلی اتفاق عجیبه. ببین اوکی، پس چیزی که داری میگی، چیزی که من فهمیدم و داشتیم صحبت هم می‌کردیم راجع به اصلا این قضیه، تا الان هیت دریافت کردن، یعنی تا الان افراد دارن این قضیه رو میکوبونن، یه جورایی آره. میکوبن این قضیه رو. چون ببین خیلی ریز امروز نکته رو بگم. بفهمی چون رپ، کسی که رپ گوش میده دنبال اعتراضه، اسم مجوز بیاد بر نمیتابه، یعنی همین ریاکشن اصلا توقع میرفت. می‌خواستم بپرسم مثلا چرا افراد دقیقاً مثلا انگار خورده تو ذوقشون، خب و دقیقاً جوابش همینه، یعنی جوابی که منم تو ذهنم میاد همینه. که چون رپ یک مسئله اعتراضیه و جایی که شما یه چارچوب داری برای گفتن یه سری حرف‌ها، یک چیزی مثل رپ یک هنریه که میتونه خارج از اون چارچوب حرفی برای گفتن داشته باشه و به همین خاطره که افراد نسبت به این قضیه گارد میگیرن، یعنی مجوز، یعنی دیگه اصلا اون رپ نیست، چارچوبش رو شکونده. دقیقاً به هم میگم جواب چیزی که میخواستم نپرسیدم و دادی، برای اینکه گفتی اعتراضی، به خاطر همین. حالا پس این میتونه باشه دلیل این که برای افراد اونقدر چالش برانگیزه و دارن به قول تو هیت میدن به این قضیه. حالا بیا یه سوال ازت بپرسم، فقط خیلی لطفاً آرامشی تو حفظ کن. چرا افراد، یعنی چرا این آدم‌ها به نظرت این رو قبول کردن که مجوز بگیرن؟ میخوای من اول نظرم بدم؟ بذار من اول نظرم بدم. ببین من حدس دارم. خب ما همونجوری که گفتم یه چارچوبی داریم که در اون میتونیم راحت یه سری حرفا رو بزنیم. خارج از اون چارچوب که میشیم یه چیزی مثل رپ میتونه هر چیزی که میخواد رو بگه. حالا یه سری از افراد هستن که کلا این قضیه رو بیخیال شدن و اومدن تن دادن یه چیزی به اسم مجوز. اومدن مجوز گرفتن و خب طبیعتا وقتی شما قبول میکنی که مجوز داشته باشی، باید بر اساس اون چیزی که نسخه برات میپیشن
باید توی همون چارچوب بری جلو، همونها رو انجام بدی. دست دیگه کامل باز نیست. درسته؟ این از این قضیه. حالا که چرا این کارو کردن، ببین من مثلا خودم رو دارم میذارم جای یه سری از افرادی که این کارو کردن. میگم این افراد پشتوانه مالی که ندارن. خب یعنی شاید از طریق این اینستاگرام و تبلیغ و اینجور چیزایی مثلا درآمدی کسب کنن، ولی پشتوانه مالی خاصی ندارن دیگه. نهایتا تو یوتیوب یه ویدئوی 3 دقیقه‌ای بذارن مثلا 60 ویو بخوره، یا مثلا تو ساوند کلاد یه مثلا موزیک بذارن فلان قدر مثلا 10 ویو بخوره. آنچنان درآمدی پس ندارن. درآمد خب رپ دیگه، یعنی یه موزیک ویدیو میدن و میلیونی ویو میخوره. خب همین رو دارم میگم. میگم جدا از اون یعنی ببین درآمد کنسرت و نمیدونم این که مثلا آلبوم بدن بیرون بخرن و فلان و یه سری خیلی چیزا رو نداره. بعد اصلا اسپانسرینگی وجود نداره که مثلا مجاز باشه، یعنی طرف بیاد از یه بیلبوردی استفاده کنه اسپانسرش بشه فلان کسک براش بسازه. از این زاویه که بهش نگاه میکنم، به خیلی از این افراد که خیلی هاشون هم از افرادی هستن که از میتونم بگم شامل آدم‌هایی میشن که متوسط به پایین جامعه محسوب میشدن. حالا مثلا توشون یکی هست که خیلی رو به بالا حساب میشه توی اون لیستی که من دیدم. من اصلا دارم راجع به اکثریتش حس میکنم که طبق چیزی که من فکر میکنم اینجوریه. خب ببین میرم مثلا یه لحظه چی میگن کلاه خودمو قاضی میکنم، میگم شاید حق دارن. خب یعنی مثلا طرف میخواد به قول گفتنی بار خودشو ببنده، میخواد امنیت داشته باشه، امنیت مالی داشته باشه، حتی میخواد میخواد امنیت مالی داشته باشه. از طرف دیگه میگم خب نمیشه که تو بیای یک چیزی باشی که استانداردش اینه، بعد باز مجوز بگیری دیگه از اون استاندارد خارج شی، پس دیگه اون نیستی. میدونی شبیه یه لحظه خسرو شکیبایی شدم تو هامون. این دیگه من نیست، این من خودم نیست. آره از اون چارچوب خارج میشی دیگه. خب بعد از اون طرف نمیتونم حق بدم. حالا این قضیه رو تو چجوری بررسی میکنی؟ یعنی به نظر تو چرا تن دادن به همچین چیزی؟ من نمیخوام قضاوت کنم اصلا، یعنی اصلا اگه بخوام قضاوت کنم جوابش واضح، یعنی به عنوان یک رپ فن، به عنوان یک انسان عادی قضاوت من مشخصه که چیه. ولی خب درست هم داری میگی، یعنی اون شخص تصمیم گرفته به هر روشی تصمیم گرفته دیگه که فنهاش رو بیخیال بشه، کاری بکنه که اصلا با اون رپ در تعارضه. حالا من جای دیگر رو میخوام ببینم، شاید اجبار خیلی زیادی بوده برای آرتیست ها. قطعاً همه اینها اینجوری نبودن که، یعنی اگر این باشه که خیلی دیگه خنده دار میشه. اینها نرفتن که بگن تو رو خدا به همون مجوز بدید، تو رو خدا ما مجوز بدید، ما رو سانسور کنید، چیزی که شما میخواید رو میدیم، فقط کنسرت بذاریم. این که خیلی اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم که اصلا منطقی نیست به نظرم. یک اجباری بوده. ولی الان مردم، یعنی آدم‌ها، ماها همین فکر رو می‌کنیم. من خودم به شخصه ما فکر نمی‌کنیم ما فکر چرا دیگه وقتی هیت دارن میدن، نگاه کن تو وقتی چاقو زیر گلوت باشه بگن این کارو بکن انجام بدی، کسی بهت هیت نمیده، میگن چاقو زیر گلوش بوده. ولی وقتی خودش بخواد با میل شخصیش بکنه بهش هیت میدن دیگه، میگن این کارت اشتباهه، ازش عصبانی میشن از اون آدم. الان این ریاکشنی که افراد دارن نشون میدن تمایلش به این سمته که اجباری نبوده دیگه. ببین ریاکشن افراد آره مثلا من نوعی اونقدی هیت نمیدم، چون یعنی این گوشه ذهنم هست. حالا بازم میگم تو اون لیست یک نفر هست که احتمالاً از خداش هم بوده، تلاش هم کرده که مجوزه بیاد و کنسرت اصلا کلا بحثش شده، ولی یه اجباری من احساس میکنم بوده. باز همین به مخاطبین برمیگرده، خودشون میتونن تصمیم بگیرن که آرتیست مجبور بوده، مجبور نبوده، هیت بدن ندن. اقدام عجیبی بوده از آرتیست ها، یعنی خیلی، یعنی رپ فن ها نمیدونم واقعا یک جاییه که چون نمیتونم قضاوت کنم، میخوام جلوی قضاوتم رو بگیرم،
خیلی سختم میشه برام حرف زدن و یک لحظه لبخند زدم توی نوتت. من تو ذهنم چون بود تو نوتت هم دیدم، واقعا ذوق کردم، خیلی خوشم اومد. تو ذهنم بود که آخر ویدیو به اون اشاره کنیم و الان یهو دیدمش اونجا و خیلی خوشحال شدم. آره. ما می‌خواستیم من بگم بگو. ما می‌خواستیم اشاره کنیم به یک موزیکی که مثال بارزی از این خشمیه که به این قضیه نشون داده شده، ولی این موزیک مال مثلا 1 سال پیشه. شاید 2 سال پیش. نه، فکر نمی‌کنم 2 سال، شاید هم 2 سال پیشه. جای چیز بودیم، تو آشمیه بودیم، اومد ترکش. نه اینو تو جاده بودیم. هم چیز بود. آره. اسپویل شد نه. آره، موزیک آخرین وسوسه از علی سورنا دقیقاً یک نمونه از همین خشمیه که الان افراد دارن نشون میدن. حالا یک نکته هم بگو. سورنا تو این ترک اینجوریه که میخواستین به من هم مجوز بدین، یعنی وقتی الان گوشش میکنی اصلا خیلی برام ملموس‌تر بود. الان میخوای به مجوز بدی، قبول نمیکنم. اینجوریه، نه میمیرم نه برمیگردم، بهتره از پشت بکشیدم اگه اشتباه نکنم. عاشق سورنا. اینو نباید میگفتم، فکر میکنم، یعنی نباید علاقه شخصیمو بگم که دقیقاً چیه، ولی محشره این آدم. خب حالا یه چیزی که من الان تو ذهنم هست، ببین چیه؟ من دارم فکر میکنم که شاید عمومیت افرادی که مثلا فن بودن به قول تو، رپ گوش میدادن، اینو دوست داشتن که آزادی بیان داشتن رپرها و مجوز نداشتن، شاید اکثریتشون الان ناراحت باشن. ولی من حس میکنم یک سری از افراد هم ممکنه مشکلی با این قضیه نداشته باشن و چون الان تعداد اونهایی که مخالفن بیشتره، اونها سکوت کردن و حس میکنم یه مدت که بگذره تعداد افرادی که موافقن حتی بیشتر بشه. یعنی ما آدمیم دیگه، یادمون میره. یعنی مثلا من خودم شاید مثلا هفته دیگه بگم حالا مثلا اونقدر مهمی هم نیست. یعنی مثلا شاید الان یه چیزی باشه که خیلی دغدغه است. خب بذار یه جمله بگم از یک عزیزی. یه عزیزی داشت راجع به پادکست با من حرف میزد، راجع به همین قضیه داشت حرف میزد با من. بعد یهو مثلا وسطش که داشت میگفتش که آره فلانی مجوز گرفته دیگه گوشش نمیاد، گفت ولش کن، نون شب واجب تره. شاید آرتیست همین حرفو زده. آره ببین همین مثلا اینه که شاید اونم همین که آدما مثلا اصلا به این قضايا شاید دغدغه‌شون یهو تو یه روز باشه، فردا دیگه نباشه. یعنی شاید فردا برای کسی دیگه مهم نباشه این قضیه. مسئله اینه که باید گذر کرد. یعنی نگاه فکر می‌کنم حرف تموم شده بود. بله. مثلا باید گذر کرد، یعنی چه ناراضی چه راضی این اتفاق افتاده. یعنی این نگاه خیلی فکر می‌کنم مهم باشه که بگم این نگاهی که ما الان داریم میدیم به عنوان کسی که میخواد قضاوت نکنه، میخواد همه رو به رسمیت بشناسه، حتی رپری که مجوز گرفته، حتی اونی که مجوز نگرفته، اونی که دور از کشوره نمیتونه برگرده، همچنین در مورد طرفداری که شاید اوکی باشه با خیلی کمن الان نمی‌کنم کسی، به هر حال اوکی باشه با آرتیستی که مجوز گرفته یا اونی که خشم داره، به همه رسمیت میدیم و همه رو اوکی. اینو بگم که یعنی بخوایم قضاوت نکنیم نگاهمون اینجوریه. اصلا نمیخوام، چون ممکنه یک تعبیری پیش بیاد که ها شاید شما دارین اینو عادی جلوه میدین که آقا اوکی مجوز و اینا. نه، فقط صرفا نگاه بدون قضاوت که خب شاید اون آرتیست ها نه اصلا ما که نظر شخصیمون نمیتونیم بگیم. آره، با تو دلمون نگه داریم. نظر شخصی قابل پخش نیست. اصلا قابل پخش نیست. آخه حالا یک چیزی نظر شخصی نگو دیگه. نه نمیگم. این نکته رو بگم واسه اون بخشی که گفتی شاید فراموش بشه در آینده بیاد و که اینا، فکر نکنم. آره. اتفاق چیه؟ یکی از این آرتیست ها که اینجاست جایی سرشاخ شده که جای سفتیه، یعنی ولش نمی کنن به این راحتی و نمیدونم مگم اتفاقات عجیبی فیس میکنم بیفته و به عنوان یک رپ فن برای من جذابه این وسط. میخوام این بیفه شکل بگیره و فکر میکنم آرتیستی که حداقل تا امروز گوشش میدادم و دوستش داشتم شاید
کریرش حداقل تموم شه فکر می‌کنم. من باهات مخالفم. چرا؟ من باهات مخالفم. برای اینکه واقعا خیلی احتمال زیاده که خیلی از آدم‌ها یادشون بره، دیگه براشون اهمیت نداشته باشه. احتمالش هم زیاده که خیلی‌ها باشن حتی همین الان که براشون مهم نباشه. میدونی چی میگم؟ آره. یعنی ما داریم مثلا ببین ما خب داریم با نگاه افراد متوسط جامعه نگاه میکنیم که یک درد مشترک تو حرف این رپرها داشتن. که یک درد مشترک تو حرف این رپرها داشتن، بعد الان ناراضیه از اینکه این درد مشترک رو که به خاطر این اون آدم‌ها رو تحسین می‌کردن و الان قرار نیست بشنون، به جاش قراره یه چیزی بشنون که شاید اصلا براش مهم نباشه و حرف اونا نیست. خب ما داریم از این دیدگاه بهش نگاه می‌کنیم. شاید اون آدمی که فقط صرف هد زدن مثلا گوش میداده، صرف گنگ بودن گوش میداده. ببین ما باید اینها رو تفکیک کنیم دیگه. آره ما به خاطر اعتراض داریم افرادی که سبک اعتراضی رو میپسندن، شاید خیلی‌ها سبک گنگ رو فقط بپسندن. برای همین من میگم یه دسته شاید اصلا مخالف نباشن که نظر اونها هم قابل احترامه، نظر اونها هم که اوکی هم با این قضیه مخالفن قابل احترامه. یه دسته هم نه از اون طرف. ببین یه نکته هم وجود داره. اونهایی بازم نظر شخصی خودمه، اونهایی که الان دارن هیت میدن به نظر من دیگه طرف این آرتیست نخواهند رفت. خب عوضش مخاطب ممکنه جایگزین بشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید من یه آدمی هم که رپ گوش نمی‌کردم، خب کلا بعد وقتی بهم میگن که اوکی الان رپ اومده چند تا آرتیست مجوز گرفتن بیاید گوش کنید، خب من میگم آها چون حالا مجوز گرفتن گوش میکنم. یه دسته افراد خاصی رو مد نظرمه، کسایی که کلا با رپ درگیر نبودن، از رپ شاید بعدشون هم میومده، وقتی میگن یه کامنتی معروف شده، بازم نمیخوام اشاره کنم، یه کامنتی معروف شده که الان زیر همون پست علیزیا گذاشته شده، یک شخص خاصیه، طیف عوض میشه و خیلی بده. باز هم یعنی چرا آرتیست ترجیح داد که این طیف رو ایگنور کنه و اینجوری آسیب ببینه این طیف و یه طیف دیگر رو انتخاب کنه؟ ممکنه مجبور بوده باشه، ممکنه نه مجبور نبوده باشه و براش مهم نبوده باشه، فناش هر چیزی ممکنه، این اصلا جای هیچ حرفی نداره. آره ولی خب ببین واقعا توی جامعه یک چیز عجیبیه، اینو نمیتونیم بگیم نیست، واقعا به قول تو شوکه کننده است. خب چون نداشتیم دیگه همچین چیزی، نداشتیم که مثلا داشتیم که مثلا یعنی مثلا الان بذار یه چیزی بگم که همه افرادی که با هر سلیقه‌ای موزیک گوش میدن متوجه منظور بشن. مثل اینه که مثلا بگم بانو هایده مجوز داره بیاد کنسرت بذاره تو ایران الان، خب یعنی در همین حد شوکه کننده و عجیبه. و واقعا بعدهای مثبت میتونه داشته باشه این قضیه. همونقدر که بعد منفی شاید داشته باشه، بعد مثبت هم شاید داشته باشه که من بعد مثبتی ازش تو ذهنم مثلا اینکه این افراد بالاخره درآمدزایی میکنن و افراد با سلیقه‌های موسیقی متفاوت میتونن برن کنسرت. خب یعنی مثلا تو کنسرت پاپ هم میتونی بری، هیپ هاپ هم میتونی بری، رپ هم میتونی بری. مثلا الان این تو ذهنمه. خب ولی برای منی که باز تاکید میکنم اعتراض بودنش برام ملاکه بود مثبت اصلا به چشم نیومده. یکی بحث اعتراضه، من نوعی ها آفرین، یکی بحث اعتراضه، یه بحث دیگه هم داره. اگه بانو هایده میاد میگم صداش قشنگه میرم گوش میدم، مثلا بحثش جداست. خب ولی یه بار هست یه آرتیستی که من دارم گوش میدم بهش، من عاشق گنگم بخونن اوکی ام گوش میدم مثلا بر فرض مثال، ولی رپر من چه گنگی داشته میخونده، از چه الفاظی استفاده میکرده، قطعاً بعد از مجوز نمیتونه اون الفاظ رو استفاده کنه و من دیگه گوشش نمیدم. من کنسرتی رو نمیتونم برم که توش پخش نشه. اینجا رو بوق بذار آریا جان وقتی اسم ترک رو گفتم. یه چیزی من بگم، من به عنوان یک آدمی که به هر حال تحصیلاتش مرتبط با روانشناسیه و دانشجوی روانشناسیه، خوشحالم که این اپیزودو ضبط کردیم. میدونی چرا؟ چون من معتقدم که قرار نیستش که ما به عنوان دوتا آدمی که حالا داریم مثلا روانشناسی می‌خونیم فقط در حیطه چون این مسئله بیشتر بود جامعه شناختی داره به نظر من تا روانشناسی.
ولی قرار نیستش که فقط دوتا آدم، یعنی اصلا ما قرار نظر همین بود دیگه، گفتیم بدون مطالعه که یه آدمی که مثلا مهندس بیوشیمی هم بتونه یه چیزی راجع به بعد شخصیت افراد بگه، یه حرفی برای گفتن داشته باشه. و برای همین اوکی ام با اینکه خوشحالم از اینکه این اپیزودو ضبط کردیم. امیدوارم که خیلی دوست دارم نظر بقیه رو بدونم. یعنی حالا من اصلا اهل این بگم کامنت بذارین، ولی آدمایی که ما رو میشناسن اگه جایی از حرفمون ایراد داشت، جایی مخالف بودن، نظر دیگه‌ای جایی مخالف بودن، حرفی برای اضافه کردن دارن بهمون بگن، خوشحال میشیم. SMS بدید. و حالا ممکنه ببینیم تا منتشر شدن این اپیزود چه اتفاقاتی میفته. حس میکنم در یکی دو سه روز آینده اتفاقات عجیبی بیفته. چقدر چیز گفتی؟ همچین مرمون. یکی دو سه روز آینده اتفاقات عجیب. رپی بود. این بود بعضی از دو روانشناس که رپ گوش میدن. ما تقریبا همه چی گوش میدیم. آره مثلا اینه که ما همه چی گوش میدیم. آخرین وسوسه رو پیشنهاد میکنم جدا از علی سورنای عزیز. شما؟ من هیچی. یادتون باشه که اینجا ما بدون مطالعه وارد میشیم و ببخشید که اپیزود سوم پخش میشه. آره اپیزود دومون بعد از این میاد احتمالا. شب و روزگار خوش.